روز شما بخیر بینندگان ارجمند. برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را در جریان مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان میگذارد. امروز جمعه 20 فوریه است. توجه کنید به موضوعهای این نشر. باز جنجال و زنازنی و با شرکت منصبداران مقامات سوخت رفتار و زنازنی یک منصبدار اداره نقلیات را تحقیق دارند. معامله نادرست و یا فریبگری در ناحیه رودکی، معامله پولی، خانواده 3 فرزند با یک زن صاحبکار 20 نفر را در کوچه گذاشت. نمیدونم که چرا ما اپا خواهر ندارم، اکا دادن ندارم، جایی رفتن ندارم. سرگذشت‌های میمونچه یتیم تشنه آغوش و مهربانی یک هفته است. هوش میلیون ها نفر را در شبکه‌های اجتماعی به خود کشیده است. شبکه‌های اجتماعی دیدم که 5 بعد یتیم شدنش همانا در تلاش است و دلم ریش شد. مقامات رسمی در ولایت سوخت رفتار و زنازنی یک کارمند بلند مقامی اداره نظارت نقلیات را تحقیق می‌کنند. آنها ضمن نشست خبری گفتند که زنازنی فرخ سعیدزاده سردار شعبه نظارت و تنظیم نقلیات شهرهای کانی بادام و اسفره تحقیق می شود و راجع به نتیجه های تفتیش رفتار او بعداً خبر می دهند. گزارش فرزان محمدی در همین باره است. در صفحه یوتیوبی کاربر با نام سرگئی میرانوف چند پیش نوار نشر شد که لحظه مناقشه و زنازنی 2 نفر را نشان می دهد. به نقل این پایگاه، حادثه شب 16 ینوری سال روان در طرفخانه گیتسبی واقع در شهر خوجند رخ داده است. در آن دیده می شد که گروه می خواهند 2 نفر را از هم خلاص کنند. در شرح نوار نوشته شده است که یکی از جانب‌های درگیر فرخ سعیدزاده سردار شعبه نظارت و تنظیم نقلیات شهرهای کانی بادام و اسفره یا به قول معمول بخش لیتسنزی است. همینا خود رهبریت همراه مقامات داخلدار دیده برآمده سودان جبر دیده معلوم نشده است، معلوم نیست. ولی فعلا کس کار کرده سودان در معلوم وظیفه‌شان هستند. این مسئله در خود رهبر دیده برآمده است. آیا کار میکنه یا نمیکنه؟ این مسئله ما چون میگردیم. میرزا علیزاده میگوید راهبرش به سبب بیماری نتوانست در نشست مطبوعاتی شرکت کند. به همین خاطر او از دادن اطلاع بیشتر در این باره خودداری ورزید. هرچند او میگوید در این ویدیو نفر جبر دیده معلوم نیست، ولی مؤلف نوار اصرار می‌ورزد که سببگار اساسی ماجرا فرخ سعیدزاده است. در ویدیو دیده می‌شود که بحث لفظی در داخل طرفخانه سر شده، چند نفر از زنازنی پیشگیری می‌کنند، ولی بعداً زنازنی شدید بیرون از طرفخانه رخ می‌دهد. شدت آن امکان نمی‌دهد آدمان اطراف زنازنی را باز دارند. خود سعیدزاده با رادیو آزادی وعده صحبت داد، اما به ملاقات نآمد. مراجعت ما اینچنین برای دریافت معلومات بیشتر عاید حادثه از مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی سوخت نتیجه نداد. جنجال منصبداران و نزدیکان آنها در مرکزهای دلخوشی حادثه نو نیست. چند پیش حادثه‌ای که در طرفخانه پارلمان رخ داد سر و صدای زیاد به میان آورد. بعد رسانه‌ای شدن حادثه از سوی سامانه رادیو آزادی، دادستان بوستان از ساحه رانده شد و چند نفر دیگر در کرسی عیبداری نشستند. ولی مقامات نه همیشه درباره چنین حادثه‌ها معلومات می‌دهند. هرچند ریاست وزارت کارهای داخلی درباره دیگر حالت‌ها گزارش‌های به تفصیل نشر می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. یک خانواده 20 نفری در ناحیه رودکی شکایت دارد که زن صاحبکار آنها را فریب داده به خانه و در گذاشته است. معامله سری قرض و به گرو گذاشتن خانه، عائله تهمینه عزیز و را با کودکان زیاد در کوچه گذاشته و در به در خانه مردم کرده است. علی شیر ظریفی برای تحقیق این بحث به ناحیه رودکی رفت. تهمینه عزیز و ساکنین ناحیه رودکی میگوید او و اعضای عائله‌اش در عموم 20 نفر از خانه خودشان بیرون کرده شدند، جایی که 20 سال اخیر یک جای زندگی داشتند. حالا سرپناهی ندارند و به گفته او در بدر میگردند. اوزی در قدی کوچه خانه او قدم بگشتم. من ندونستم تا این درجه را ایو خیل میکنم. من نمیدونم اوزی که چرا اون کوچه بندی من اوزی رویم بینن دادوری باکس چی اول داره. گراج ده خواه همه چیزو ما گرفتن دنگل دادن ای دروازه بیرون کردن.
خود شما در یک هفته جدا زندگی کردید؟ خانه دختری کلانیم در 2 روز ایستادم، با حاضی خانه قده دیگریم در ایستادم. نمیدونم گیجه را ما اپا خواهر ندارم، اکا دادن ندارم، جایی رفتن ندارم. مشکل این خانواده سال 2022 سر شده است. پس از آن که برادر شوهر تهمینه عزیزова از زن با نام خسیادمو ظهورова در دوشنبه $43,000 قرضدار و خانه آنها به گرو گذاشته شد. دودارم قطیمی زنک بیزنس میکردن راستیگپ اومدی دوداری ما زنک قرضدار شد و مرا گفت که تو اکشی. ما گفتم ها. هر روز ملیسا بری بده راستیگپ میبردن این طرف میکشیدن اون طرف میکشیدن. دودار ما به ما یه روز گفتم اپا تو گفتم زنش امش میشه بیا همین کارا رو بس که ای خیز گفت که بگی خونه تا در نام من که من تو وای کردن تو قرضی دودارت کنده شدن من هیچ نمیگم اومد قرضم بتیاب خونه تا برگردون فریب کرد بعد که خونه را که گرفت بعد 10-15 روز уже سر کرد خونه اومدن خونه را خالی که خونه عبدالسعید میگوید در اداره نتاریالی بر اساس شرطنامه خرید و فروش 2 منزل را با نام خسیادمو ظهورова گذرانیده است ولی عملا از او پول نگرفته است. با گفته وی مصلحت کرده بودند که این یک قرارداد رویاکی است و پس از برگردانیدن قرض دیگر بار منزل ها را با نام خود میگذرانند. خسیادمو ظهورова ساکن شهر دوشنبه در صحبت بدون ثبت با رادیو آزادی گفت با عبدالسعید نورالدینوف در حقیقت قرارداد خرید و فروش منزل دارند ولی ادعای رویاکی بودن حجت را رد کرد. این زن تاکید کرد که دادگاه با بحث بهای حقوقی داده است و او نیز قرار دادگاه را میپذیرد. حالا عبدالسعید نورالدینوف آماده است قرض برادرش را به خسیادمو ظهورова برگرداند. دادگاه نیز به آنها فرصت دادند که با هم زبان یابند. طرف دیگری بحث به قول این مرد حالا نه $43,000 بلکه $100,000 طلب دارد. عبدالسعید نورالدینوف ادعا دارد که حاکمبک زیازاده دادرس دادگاه نویای رودکی به قضیه بهای یک طرفه داده دلیل‌های پیشنهادی آنها از جمله ثبت صحبت خسیادمو را در اداره نتاریالی نادیده گرفته است. چیزی که دادرس پرونده به اساس خوانده تاکید نمود که دعوای عبدالسعید در مورد شرطنامه رویاکی در مرافعه‌های دادگاهی اثبات خود را نیافت. به نظر حقوقدان دلیر قربانوف عهدهای رویاکی برای کفالت برگردانیدن قرض در تجربه زیاد است ولی برای اثبات آن دلیل‌های قوی و تحقیق و تفتیش منصفانه لازم است. یعنی اگر طرف‌ها در اصل شرطنامه خرید و فروش نیت کرده باشند اما شرطنامه گرو در نظر داشته باشند آنگاه این شرطنامه خرید و فروش از روز امضا شدنش بی‌اعتبار است. در حالی که بحث طرف‌های ماجرا ادامه دارد قرار دادگاه به تغییر مانده است. اکنون عبدالسعید نورالدینوف که با گفته‌اش دیگر به عدالت دادگاهی باور ندارد غرق اندیشه است که برای 20 عضو خانواده در کجا سرپناه یابد و چگونه منزلی از دست رفته‌اش را برگرداند. در نخستین جلسه هیئت صلح که با تشبث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برپا شد، دونالد ترامپ اعلام کرد که برای فوند بازسازی غزه $7 میلیارد جلب کرده است. او گفت با این مبلغ بعد خلع سلاح شدن حماس که آن را آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی مینامند، کاری برقرارسازی غزه شروع می شود. چند مسئله هست که در ماه‌های آینده باید تاثیر این محفل را نشان دهد. از جمله خلع سلاح حماس، بیرون بردن ارتش اسرائیل، احیای غزه و یاری‌های بشری به مردم جنگ زده این منطقه. حساب‌های پیشکی به آن اشاره می‌کنند که در اصل این همه تشبس‌ها خراجات 10 برابر بیشتر را تقاضا خواهند کرد. به هیئت صلح به رهبری ترامپ اساساً دولت‌های خاورمیانه شامل شده از آسیای مرکزی رهبران ازبکستان و قزاقستان شوکت میرزیوف و قاسم جمعت توقیف در ملاقات حضور داشتند. در این هیئت مقامات اسرائیل نیز هستند ولی فلسطینی ها نه. اندری لوگوی وکیل دومای دولتی یا پارلمانی روسیه کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان را به روس هراسی متهم کرد. با ادعای او گویا این اندیشه در کتاب‌های درسی تاریخ در این کشورها داده شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در اوکراین، تبلیغگران کرملین هرچه بیشتر از آنچه که حامیان حقوق اندیشه های امپریالیستی مینامند صحبت میکنند. شهلا گلخواجه موضوع را ادامه میدهد. با اندری لوگوی همچون مستملکه‌دار نام برده شدن روسیه در کتاب‌های تاریخ در مکتب‌های قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان خوشنا آمده است. این وکیل دومای دولتی روسیه بحث‌ها را درباره سرکوب‌های سیاسی، گرسنگی و عهد پادشاهی را جنگ اطلاعاتی و حتی روسیه ستیزی نامیده است. با اندیشه لوگوی ساکنان آسیای مرکزی و قفقاز باید از مسکو برای گذشته یک جای تاریخی سپاسگزار باشند، نه اینکه آن را بازنویسند.
بازنویسی کنند. کی تاریخ را بازنویسی میکند، کی از پاک کردن خاطره از پیروزی بزرگ ساختمان‌های زمان شوروی معلمان روسی که به دهه‌های دوردست علم آوردند منفعت دار است. مقامات روسیه سالهای آخر چند دفعه مقامات جمهوری آسیای مرکزی و شهروندان آنها را برای هر گونه اختلاف با سیاست کرمل تنقید کردند. وکیلان پارلمان و مبلغان و فعالان روسیه نسبت به آنها از عباره‌های به مثل همسایه‌های ناسپاس استفاده نمودند. آنها به طور آشکارا به تکرار یافتن به اصطلاح سرنوشت اوکراین تهدید می‌کنند. روسیه با همه کشورها درباره دخلناپذیری سرحد و چیزهای دیگر شرطنامه دارد. این در یگان جا درج نشده است. اما پیام امروزه چنین است که این دولت‌ها نابکارند. ما برایشان خدمت زیاد کردیم اما آنها ما را پرتافتند و اکنون ما باید با آنها درس ادب داده به زیر قنات خود یعنی برادر بزرگ برگردانیم. با اندیشه اندری لوگاوی گویا در زیر این قنات بودن برای همه خوب خواهد بود. در همین حال او خواهان چاره‌جویی علیه مؤلفان کتاب‌های درسی تاریخ در کشورهای آسیای مرکزی شده است، به مثل زرینا جاندوسова که در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ تعلیم می‌دهد. امپریالیست نمیتواند به طور دیگر فکر کند. این امپریای ماست، بله آن ضعیف بود و از هم پاشیده بود، اما حالا ما کوشش میکنیم که آن را دوباره احیا کنیم. ما فکر میکنیم که این یک چیزی مثبت است و اگر ما چنین میشماریم عمل میکنیم. هر کسی که مخالف است به مثل اوکراین با جنگ روبرو میشود. معمولاً مقامات قزاقستان با اظهارات تحقیرآمیز و حتی جنگجویانه جانب روسیه بی‌اعتنایی نشان می‌دهند. سیاستشناس قزاق و مدیر گروه ارزیابی توکل‌ها دوسیم ساتپایف باور دارد که مناسبت مسکو با جمهوری‌ها دیگر نخواهد شد. تنها شیوه فشار می‌تواند تغییر یابد. فشارها چگونه می‌شوند از نتیجه جنگ در اوکراین وابسته خواهد بود. فیروز بابویف یک عضو گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در ترکیه دستگیر شده است. دلشاد شریفов رئیس گروه به رادیو آزادی گفت نیروهای قدرتی ترکیه او را شب 19 فوریه از خانه‌اش بردند. او افزود که این همسفرش را با درخواست حکومت تاجیکستان دستگیر کردند اگرچه او هیچ جنایتی نکرده است. بابویف از سال 2012 در ترکیه پناهجو است. موقع مقامات تاجیک معلوم نیست ولی در گذشته ده‌ها عضو و جانبداران گروه 24 را با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع افراطگرایی و تروریسم به زندان انداختند. و سرگذشت میمونچه یتیمی از باغ جانوران ژاپنیا دل میلیون‌ها تماشابین شبکه‌های اجتماعی را ریش کرد. طفلی که او را بعد تولد مادرش پرتافته و نگهبان‌هایش بزرگ کردن در روزهای اول تماسش با همقومان گویا بار دوم احساس یتیمی کرد. او را قبول نکردند و اذیت دادند. کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. یک روز گرمی ماه ایول سال 2025 تماشابین در باغ جانوران شهر ایچیکوی ژاپن به کارمندان خبر داد که یک نوزاد مکاکا یعنی یک نوی میمون به مادر و نگهبان پرتافته شده است. بعدی از کودکش دست کشیدن مادر، 5 نوزاد به تربیه کارمندان باغ دیگر جانوران در شهر توکیوی ژاپن گذشت. کارمندان باغ میگویند میمون یا بوزینه جوان بعد از تولد طفل اولش آسیب روانی دیده از کودکش دست کشید. 7 ماه بعد میمون نوزاد به ستاره شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. مکاکه های ژاپنی را بعد تولد شدنشان مادر باید با آغوش گیرد تا بدن و موشکش قوت گیرد. آغوش مادر به آنها حس امنیت هم می دهد. نگهبان‌های 5 به او یک میمونی بازیچگی پشمی را آوردند و این گویا مادرش را عوض کرد. این بازیچه پشمی دراز دارد و از چندین جایش به آسانی داشتن ممکن است. از این رو به یک میمونی طبیعی مانند است. ما این بازیچه را از آن خاطر انتخاب کردیم که فکر کردیم با 5 برای در آینده همایش یافتنش به قوم خود یاری میرساند. هر روز به باغ جانوران تنها برای دیدن 5 و بازیچه‌اش تماشابین‌های زیادی می‌آیند. در شبکه‌های اجتماعی دیدم که 5 بعد یتیم شدنش همانا در تلاش است و دلم ریش شد. امروز فرصت شد که با دوستم واخوریم. گفتم بیا با دیدن 5 می‌رویم.
اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بخبر نمانید، وبسایت azadi.org و صحیفه های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خدا نگهبان.